из Ирана одерживает победу. همچون برادری هم زبان، هم تاریخ، هم دین و هم ملت. و چی گفتنی هایی دارید شما برای مردم تاجیکستان که در فدراسیون روسیه از شما حمایتگری می‌نمایند؟ به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه فارسی زبان‌های دنیا، هموطنان خودم و برادران تاجیکی. بازگشت شما به سازمان ACA با کدام سبب بود؟ با تمام وجودم میرم که کمربند ACA رو بگیرم با امید. شما درباره فایترهای تاجیک و تاجیکستانی در UFC یا اینکه در ACA یگان معلومات دارید؟ دعا میکنم براش که این برادر تاجیکی من موفق باشه و یه پیروزی بزرگ بده. وقت و ساعت فرا رسید که ما و شما فایترهای تاجیک رو هم در برد و هم در باخت دستگیری نماییم. من باور دارم که برادرها، خواهران، فقط برادرها، آنهایی که در حقیقتا هم مردک هستند و فایترهای ما رو دستگیری میکنند. 15 اوگوست CSKA Arena турнири ACA Фаридун Одилов бозгашт дорад. дӯстони азиз, биёед ҳама каса Фаридунро дастгирӣ кунем ва боз ҳам дар ин мусобиқа бародари эронии мо шумо Амир Али Акбарӣ ҳам баромад хоҳад кард. ҳамаи шуморо мо интизорем ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки бобоҷон ҳикмат гирифт ки як барабани калонро гирифта ҳамаи шуморо сарҷамъ кара, як овоз кара, бо одоб будани мову шуморо нишон диҳад. با یک آواز دستگیری میکنیم ورزشکارا، نام پرچم بلند میبرداریم، نام مسلمان و تاجیک. خواهش میکنم سرجم در کجای باشیم، نه تنها در ورزش، در همه ساحه با آداب و اخلاق باشیم تا نام ملت همه وقت سربلندانه برداریم. توجیکستان با پیش، با پیش، با پیش. خدا نگهدار. ассалому алайкум. саволи аввал, тақрибан 2 миллион шаҳрванди тоҷик дар федератсияи русия зиндагонӣ мекунад ва санаи 15 август онҳо омада аз шумо муҳофизат мекунанд, ҳамчун бародари ҳамзабон, ҳам таърих, ҳам дин ва ҳам миллат. ва чӣ гуфтаниҳое доред шумо барои мардуми тоҷикистон ки дар федератсияи русия аз шумо ҳимоягарӣ менамоянд? به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه فارسی زبان‌های دنیا، هموطنان خودم و برادران تاجیکی و خوشحالم که 15 آگوست همشون رو توی سالن ببینم و امیدوارم هم من و هم برادر تاجیکین بتونیم فایت خوبی داشته باشیم و همه همزبانامون خوشحال بخونیم. ушу санида гӯштинги тарзи озод ин варзишҳо ҳам вуҷуд доранд, аммо шумо маҳз интихоб кардед MMA-ро. خب من بعد از اینکه کشتی رو تموم کردم و از کشتی اومدم بیرون، خیلی علاقه داشتم به ورزش‌های رزمی و ورزش‌هایی که توش جنگیدن هست و به MMA خیلی علاقه داشتم. از زمان فدور امیلیانکو من این ورزش رو دنبال می‌کردم و با فدور امیلیانکو علاقه‌مند شدم به این ورزش و به محض اینکه از کشتی اومدم بیرون این ورزش رو شروع کردم و خیلی هم علاقه دارم به این ورزش. کمی به اون معلومات دهید که درباره حریف خود شما چی می‌دونید؟ خب حریف من یک استراکره و دست و پا خوب میزنه، علاوه خصوص دستاش، و من خیلی باید مراقب دستاش باشم که خیلی خوب دارم روش کار میکنم. خب قطعا من هم نقاط قوتی دارم که برای اون خیلی خطرناکه و میدونم اون همین موضوع رو میدونه و خیلی خوب داره کار میکنه و امیدوارم که وقتی رفتم تو قفس و با هم گلاویز شدیم یه فایت خوب به نمایش بذاریم و همه تماشاچی‌ها رو. بازگشت شما با سازمان ACA با کدام سبب بود و با چی اندازه او طول میکشد؟ یعنی که تا چند سال و یا چند محاربه شما در سازمان ACA میخواهید همکاری کنید؟ خب من قبلا هم 2 سال ACA بودم و ACA خیلی دوست دارم و 2 سال خیلی خوبی اونجا داشتم. یه مدت به وان چمپیون رفتم، یه مدت هم میخواستم برم آمریکا که وقتی رفتم آمریکا تمرین کردم و شرایط اونجا رو دیدم اصلا با من سازگار نیست، خیلی با هم فاصله داره، خیلی دور بود از خانواده‌ام و کشورم. دوباره تصمیم گرفتم برگردم به کشور خودم و جایی که خیلی دوست دارم انتخاب کردم که بعد از این عمر ورزشیمو تو ACA بگذرونم و ایشالله این بار با تمام وجودم میرم که کمربند ACA رو بگیرم با امید. خاطررسان میکنم که سازمان ACA که از مسابقه‌های کلانترین خود رو برگزار میکند و فکر شما اویدی انا همین مسابقه در چیست؟ خب من خیلی خوشحالم که توی یکی از کارت‌های بزرگ ACA توی مسکو هستم و میدونم این کارت خیلی بزرگیه و من با تمام توانم و با آمادگی 100% میام که یه فایت خوب به نمایش بذارم
دوباره به رنکینگ ACA برگردم و ایشالله تلاش کنم برای فایت کمربند و راضی کردن همه کسایی که اومدن فایت ما رو ببینن. شما درباره فایترهای توجیک و توجیکستانی در UFC یا اینکه در ACA یگان معلومات دارید؟ شما میدونید که سنه 15 فریدون اودیلوف در وزن نیم سنگین برآمد خواهد کرد و او یکی از فایترهای بهترین توجیکستان است. عموما درباره فایترهای توجیک یگان معلومات دارید شما؟ من همه فایترهای فارسی زبان رو دنبال میکنم، فایترشون چه توی UFC چه توی ACA و چه تو هر سازمان دیگه‌ای و خصوصا فایترهای تاجیکی و ایرانی. و خب خیلی خوشحالم که روز 15 آگوست هم یک برادر تاجیکی با هم توی کارت هستیم و با هم فایت میکنیم و امیدوارم و آرزو میکنم، دعا میکنم براش که این برادر تاجیکی من موفق باشه و یه پیروزی بزرگ بده.